بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه برادران و خواهران عزیزم، همه کسانی که برای فعالیت این برنامه تلاش میکنن، امیدوارم که الله جل جلاله به همه ما جنت فردوس عطا کنه. آمین. امروز من خیلی خوشحالم وقتی میبینم برادران خواهران عزیزم زنگ میزنن و هدایت شدنشون صحبت میکنن. برادرای من خوشحال باشید، خواهرای عزیز من خوشحال باشید. الله جل جلاله بین این همه بنده شما رو انتخاب کرده، شما رو از عذاب النار، از عذاب جهنم نجات داده. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. منم از ایران با همه بی‌اعتقادی ها، با تمام گمراهی‌هایی که داشتم، برای زندگی بهتر از ایران به کشور اروپایی پناهنده شدم که خداوند جل جلاله من توی یکی از کشورهای اروپایی اونجا هدایت کرد. توی کشور کفار بنده خطاکارش الله هدایت کرد. لا اله الا الله، الحمدلله رب العالمین. و امروز به خواسته معشوقم الله به کشورم ایران برگشتم، انشاءالله برای دعوت مردم کشورم، انشاءالله برادر خواهر هدایت شده من، انشاءالله برای دعوت همه برادرامون، برای هدایت همه برادرامون از الله جل جلاله دعا بکنید. امروز به کشورم برای دعوت همه مردم کشورم برگشتم، خانواده‌ام و مردم کشورم، و امروز دارم تلاش میکنم و از الله خواستارم که انشاءالله شهادت در راهش به من عطا کنه. و صحبتی که دارم برادر خواهرای من، امروز همه مشرکین میبینید توی ایران، بله خداوند رحمان و رحیم، الله رحمان و رحیم، بخشنده ترین، مهربان ترینه. تا لحظه‌ای که روح توی این گلوگاه میاد الله رحمان و رحیمه، میبخشه. با این همه چقدر گناه میکنیم، باز خداوند میگه برگردید، در توبه بازه. ولی برادرای من، خواهرای من، الله از این دنیا که رفتیم دیگه شانس دوباره نیست. شما که شبکه وصال حق، این برنامه‌ای که دوستان زحمت کشیدن، انشالله به همه‌شون جنت فردوس، به همه ما الله جنت فردوس عطا کنه. زحمت کشیدن این برنامه رو بدون هیچ چشم داشتی، فقط برای رضای خدا زحمت میکشن و اداره میکنن. میبینید که خداوند جل جلاله رحمان و رحیم. تا لحظه‌ای که روح از این گلوگاه هنوز خارج نشده، وقتی که روح از این گلوگاه خارج شد، الله شدید و الله شدید العقاب، خداوند سخت‌ترین مجازات کننده است. ای برادری که شما، ای خواهری که شما این برنامه رو میبینید، خداوند سخت‌ترین مجازات کننده میشه. خداوند به انسان عقل داد شد اشرف مخلوقات. امروز وظیفه شما که با عقلتون فکر کنید، ببینید و بقیه اون ترس، اون چیزی که میبینید عقلتون داره بهتون میگه. کتاب خدا و سنت حضرت محمد، حرفای الله تو این کتاب اومد، قرآن، و شما میتونید برید قشنگ ببینید و از عقلتون کمک بگیرید، انشاءالله که خداوند همتون هدایت کنه و از خداوند بخواید که هدایتتون کنه. و اینی که میبینید بعضی وقتا تو دلتون میاد، تو فکرتون میاد، شیطانه که نمیخواد شما هدایت بشید. شما عقلتون بهتون میگه بله یا الله این درسته. هیچ وقت نمیتونه یک مرده به شما کمک کنه. خداوند توی سوره فاطر میفرماید هرگز مردگان صدای زندگان رو نمیشنوند. و سوره نمل دوباره همینطور. و سوره‌های متعدد که برای مشرکین عذاب علیم، عذاب وحشتناکی برای مشرکین خداوند صورت گرفته. و امروز هر فکر بدی اومد که مانع هدایت خودتون بشه، بدونید که این فقط شیطانه. و پناه ببرید به خدا از شر شیطان و پناه ببرید از شر اونایی که توی لباس خوب ولی مشرک میگن که شما رو از راه الله و راه دین الله و راه سنت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گمراه کنند. تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واقعا صحبت های این برادر عزیزمون نکات قابل تأملی درش بود، مخصوصا اون لذتی که از تکرار کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله می بردن. حقیقتا وقتی که دل انسان با یک محبوبی ارتباط پیدا میکنه، از ذکر نام اون هم لذت میبره. و یک توصیه هم پیشنهاد این برادرتون هم قبول بکنید. کلمه معشوق در حق الله تعالی احساس میکنم که حق مطلب رو ادا نمیکنه، علاوه بر اینکه در عربی کلمه معشوق در لفظ عرب عشق آمیخته با شهوت است و اینو قبول هم دارم که در فارسی همچین معنایی نداره، علاقه شدید قلبی مراد میشه. اما تعبیر بهتری هم داریم، تعبیر زیباتری میشه برای الله تعالی استفاده کرد. معبودم، چقدر زیباست این
تعبیر معبودم، کسی که میپرستمش. این تعبیر به نظر من خیلی زیباتر از معشوقه. محبوبم، همون تعبیری که خود الله تعالی استفاده کرده، یحببکم الله، الله تعالی شما رو دوست داره. سعی بکنیم تعبیرمون رو زیباتر و زیباتر بکنیم، کلمات استفاده بکنیم برای ارتباط با الله تعالی، برای ارتباط با معبود خودمون، برای ارتباط با مولای خودمون، برای ارتباط با محبوب خودمون که احساس زیباتری درش نهفته باشه. و طبیعتاً صحبتایی که ایشون داشتن هم همون آیاتی که ما ذکر کردیم، همه در همون آیات همین صحبت‌ها نهفته بود در تمام اون آیات.